چالش 15 روز اولین پروژه قسمت 4. این باز هنگ کرد. من از دیشب بعد پروژه رو تحویل کارفرما میدادم. عیب نداره حالا یکی دو روز این برتر که اتفاقی نمیفته. نه ای بابا این باز هنگ کرد. من امشب حتما باید پروژه رو تحویل کارفرما بدم. بذار برم یه سری شروع کنم ببینم با بودجه‌ای که من دارم میتونم چه لپتاپی چه سیستمی رو بگیرم که دیگه اینقدر اذیتم نکنه، میتونم پروژه‌هامو به موقع تحویل کارفرما بدم. وقتی تو نتونی پروژه‌ت رو به موقع تحویل کارفرما بدی، کارفرما برای پروژه‌های بعدیش تردید میکنه که دوباره با تو همکاری کنه. ابزار کار یک معمار سیستم اونه، دسکتاپ اونه. پس شاید برای اول کار تو نیاز نداشته باشی که یک سیستم قوی داشته باشی، ولی مطمئناً همون جوری که وقتی میخوای مهارتت رو ارتقا بدی میری آموزش میبینی، باید سیستم و ابزار کارت هم ارتقا بدی.